به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خودکامه ها، نه نه نه، نه به ننگ کشور، نه به شخص رهبر، نه به عمامه ها، نه نه نه، نه به گشت ارشاد خصم زنان آزاد، نه به دیکتاتورها، نه نه به زجر و زندان، نه به ضد انسان، نه به جیغ خورها، نه نه به نوح خانی دشمن شادمانی، نه به مدح و مداح، نه نه نه، نه به دین زوری، نه به بیشعوری، نه به اشک تمساح، نه نه نه. نه به کشت و کشتار، کار بسیج و پاسدار، نه به حکم اعدام، نه نه نه، نه به آقازاده که حاصل فساده، نه به کل نظام، نه نه نه، نه به پوشش به زور، نه به هرچه سانسور، نه به خودکامه ها، نه نه نه، نه به ننگ کشور، نه به شخص رهبر، نه به عمامه ها، نه نه نه. با عرض سلام حضور شما بینندگان عزیز و گرامی، در پخش زنده تلویزیون حزب کمونیست ایران در خدمت شما هستیم. 17 میلیون دانش آموز و دانشجو بیش از پیش در مقابل حکومت ارتجاعی و استبدادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. دختران که از حجاب و قوانین مذهبی اجباری نفرت دارند در رأس مبارزات با جمهوری اسلامی قرار دارند. دانش آموزان تصاویر سران رژیم از کتاب‌های درسی رو بیرون آورده و پاره می‌کنند و اون رو آتیش می‌زنند و یا در خیابان‌ها رها می‌کنند. تصاویر خمینی و خامنه‌ای رو از کلاس‌ها پایین آورده و بر روی اونها می‌رقصند. نسل جوان و به ویژه زنان به شرایط پیش از قتل حکومتی ژینا امینی بر نخواهند گشت. این مبارزات با پیوستن کارگران، وکلا، فرهنگیان، بازنشستگان و دانشجویان و دانش آموزان و مردم محلات فقیرنشین میره که کمر حکومت اسلامی رو بشکنه. این در حالی که اعتصاب کارگران صنعت نفت و پتروشیمی ایران وارد 6مین روز خود شده. با کشیده شدن دامنه اعتصاب‌ها و اعتراضات به بخشی از صنعت نفت در جنوب ایران، شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت هم از ادامه اعتراض کارگران پالایشگاه آبادان خبر دادند و اعلام کردند که شماری از کارگران معترض صنعت پتروشیمی در عسلویه هم بازداشت شدند. برای گفتگوی بیشتر در مورد اعتراضات اخیر رفیق ابراهیم علیزاده با ماست. رفیق ابراهیم خیلی خوش اومدید. خیلی متشکرم. سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و همینطور شما عزیز و همکارانتون. رفیق ابراهیم، امروز شهرهای زیادی از ایران شاهد تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان بود. ارزیابی شما از این جنبش و موقعیت کنونی این جنبش چیه؟ در یک کلام میتونم بگم که جنبش اخیر به یک نقطه غیر قابل بازگشتی رسیده. یعنی دستاوردهایی رو به دست آورده که با هیچ نیرویی این دستاوردها رو نمیتونن بازپس بگیرن. جامعه ایران به هر حال از تحولات و تغییرات بعدیشو از این پایگاه و از این دستاوردهای تثبیت شده آغاز خواهد کرد. این مهمترین مسئله است که در واقع میشه گفت که زحماتی که کشیده شده، خون جوانانی که ریخته شده، اینا به هدر نرفته و دارن ما را یک گام بزرگ به جلو سوق میدن. اما به طور مشخص من 3 تا به اصطلاح خصوصیت رو میبینم که اینا نشون میده که این رو به شما جلو رفته در مقایسه با گذشته سالهای قبل و حتی در مقایسه با روزهایی که خود جنبش آغاز شد، یعنی 1 ماه قبل. اولیش تداومه. ببینید ما وارد 5مین هفته از اعتراضات و تظاهرات مردمی شدیم در سطح کشور اینا و این در واقع دستاورد بزرگیه، چون در تمام اون حرکت‌های جنبش‌ها و خیزش‌های قبلی ما این درجه از پایداری رو
ندیده بودیم. یعنی همشون در چند روز یا در کمتر از 4 هفته به نوعی فروکش کردن. این رژیم تونست اینا رو فرو بنشانه. منتها خود تداوم 5 هفته‌ای تا امروز این نشون میده که یک گام بزرگ نسبت به اون چیزی که در گذشته روی داده این جنبش ما جلو رفته. 96 98 1400 جنبش آب و خیلی چیزای دیگه. و دومین خصوصیتش به نظر من در واقع تکاملشه. این در مقایسه با گذشته و در مقایسه با روزهای نخست یک پدیده‌های جدیدی رو ما در این جنبش می‌بینیم. اولا در مقایسه با گذشته کاملا سیاسی شده، این در واقع سیاسی تر شده. شما می‌بینید مثلا تا جنبش معلمان ما داشتیم، جنبش زنان، جنبش کارگران، بازنشستگان و جنبش آب و همه اینا جنبش‌های مطالباتی بودن، خواستایی داشتن و برای اون خواستاشون مبارزه میکردن. رژیم جمهوری اسلامی نم پس نداد، به هیچ کدوم از این خواستا وقتی ننهاد. آرزوهای مردم برآورده نشد، خواستاشون برآورده نشد و الان این از مطالبات فراتر رفته، زیرا جنبش مطالباتیش به نتیجه نرسید. من قبلا هم عرض کردم اگر این جنبش مطالباتی به نتیجه نرسید ولی در مقابل یک هسته‌های اولیه از تشکیلات، از آگاهی، از حتی رهبری درش به وجود اومد که به اصطلاح سرمایه برای کاری که امروز در جریانه. و این به هر حال همه اینا به ما میگه که دومین خصوصیتش که عبارت از تکامل این جنبشه، این جنبش نسبت گذشته تکامل پیدا کرده، از به خصوص در روزهای اخیر از این لحاظ تکامل پیدا کرده که رفته به طرف محلات فقیرنشین، رفته به طرف جنبش کارگری و اعتصابات کارگری و این خیلی مهمه. ما میدونیم بدون اینکه این توده وسیع محلات فقیرنشین شهرها، بدون که توده وسیع طبقه کارگر به این جنبش ملحق بشن، برای یک پیروزی پایداری نمیشه تصور کرد. اینم باز مشاهده واقعیه، یعنی در واقع تکامل پیدا کرده. سومین خصوصیت به نظر من تنوع در تاکتیکاست. به تدریج آموختند که تاکتیک‌های متنوعی برای خسته کردن دشمن، برای زمینگیر کردن دشمن، برای پایین آوردن سطح تلفات در پیش بگیرند. شما حتما به یاد دارید که وقتی که مهسا عزیز و ژینای عزیز رو به خاک می سپردن، اون موقع ما و بعضی از احزاب دیگه کردستان فراخوان اعتصاب عمومی صادر کردیم. اون موقع هنوز بحث بود بر سر اینکه آیا این تاکتیک اعتصاب عمومی به باقی نقاط ایران هم تسری پیدا میکنه. ما اون موقع استدلالمون این بود باید اشکال متنوعی از مبارزه در خیابان، مبارزه به اشکال متنوع از جمله اعتصابات پی در پی، از شهری به شهری، از صنفی به صنفی و سراسری و محلی و همه اینا باید در ترکیبی با هم دیگه پیروزی رو ممکن کنن و قدم به قدم ما رو به سوی پیروزی راهنمون بشن. اون موقع این به اصطلاح یک بحث بود، هنوز یک نظریه بود، هنوز یک پیشنهاد بود، یک توصیه بود، یک راهکاری بود که مطرح میشد. ولی امروز یک واقعیت عینیه. امروز میبینیم در شهرهای مختلف ایران کارگاه ها تعطیل میشن، در کنار کارگاه بازاریان هم تعطیل میشن، ادارات هم تعطیل میشن، بانک ها هم بسته میشن و دانشگاه و مدارس از رفتن به سر کلاس خود داریم که اعتصاب در واقع به عنوان یکی از تاکتیک های مؤثر وارد بطن این جنبش شده. در کنار تظاهرات خیابانی باز میبینید تظاهرات خیابانی هم تکامل پیدا کرده. میبینید قبلا در میادین بزرگ شهر و اونجا که نیروهای رژیم جمع میشدن، تظاهر کنندگان در واقع وارد یک نبرد اراده با دشمن میشدن، رو در روی نیروهای سرکوبگر وای میسادن، حالا با هر وسیله که در دست، با سنگ، با چوب، هر چی، با دست خالی. ولی الان یاد گرفتن که برای اجتناب از تلفات بایستی اونجای تظاهراتشون رو شروع کنن که نیروهای رژیم نتونن یا فوراً نتونن متمرکز بشن در محلات مختلف. از اینجا به اونجا جنگ و گریزهای خیابانی در واقع به یک به اصطلاح مبارزه جنگ اعصاب با دشمن تبدیل شده. نمیدونه از کجا به اصطلاح ضربه میخوره، یعنی از کجا فریاد اعتراض بلند میشه. و الان میبینید شبا پنجره باز میشه، ندای اعتراض بلند میشه.
رژیم حتی فرصت نمیکنه دیوار نویسی ها را پاک کنه، اونقدر حجمشون زیاد شده. میخوام بگم که اینا تنوع، ما برای پیروز شدن هم به زمان احتیاج داریم و هم به تنوع در تاکتیکا و بنابراین این سه تا خصوصیت که عرض کردم، تداوم، تکامل و تنوع، این سه تا به ما نشون میده که این جنبش داره جلو میره و هر روزش تکرار ساده روز گذشتهش نیست. این امید ما رو به پیروزی بیشتر میکنه و تقریبا پیروزی رو قطعی تر میکنه. منتها خب هنوز تا پیروز شدن نهایی راهیه که باید پیموده بشه. رفیق ابراهیم، با توجه به حرفای شما، خب قدم بعدی چی خواهد بود و یا اینکه نه چی بایستی باشه؟ مهمترین مسئله در قدم بعدی به نظر من سازماندهی و تشکیلاته. البته تو همین قدم اول هم یک درجه از سازماندهی و تشکیلات ما میبینیم، به خصوص ما در کردستان با وضوح بیشتری این میبینیم که فعالین و مبارزین محلی دارن این راه رو میپیمایند، ولی ما بایستی بتونیم این به اصطلاح حرکت ها رو به حرکت های آگاهانه و سازمان یافته تبدیل کنیم. ببینید الان بیانیه های صادر میشه با امضاهای ناشناسی، امضاهاش معلوم نیست، جوانان محله فلان. خب اون احترام آدم قائل برای اینا، ولی این هنوز به معنای اون سازماندهی و اون تشکیلاتی نیست که ما رو یک گام جلو میبره. ما احتیاج داریم به این که در زمینه تشکیلات نهادهایی رو پیدا کنیم، سازمانهایی رو به دست بیاریم، کمیته ها و هر نوع شوراها و بنکه ها و هر نوع تشکلی رو پیدا کنیم که بتونن با هویت حقیقی خودشون به مردم فراخوان بدن و بتونن مسئولیت فراخوانهای خودشون هم به عهده بگیرن. خب یکی به ما خواهد گفت این جمهوری اسلامی سرکوبشون میکنه. میگم پس این جنبش ما باید اونقدر جلو بره که باعث توازن قوایی رو ایجاد کنه که درش این درجه از اعلام هویت مشخص مقدور باشه. حالا کسی نمیگه خودشون رو بذارن تو خونه‌های خودشون بشینن، خودشون جلوی تیغ دشمن قرار بدن. خب ترکیبی از کار علنی و مخفی و ترکیبی از تجاربی که تا کنون وجود داشته میتونه ما رو در این زمینه کمک کنه و بنابراین قدم بعدی گفتم تشکیلات به معنای هویت پیدا کردن تشکیلاتی. در کردستان ما میبینیم تا حدودی این وضعیت حاصله. مثلا کومله اطلاعیه صادر میکنه، فراخوان میده، مردم رو به حرکت معینی دعوت میکنه، مسئولیت شکست یا پیروزیش هم به عهده میگیره و جمهوری اسلامی هم تهدید میکنه، میگه مقراتون رو موشکباران میکنم، فلان جا بهمان جا بایستی نباشید فلان. یعنی یک جنگ به اصطلاح رو در روی. این یک حاصله به اصطلاح یک مبارزه 30-40 سال است، 40 خورده سال است. این وضعیت باید در سطح جنبش سراسری هم به تدریج پیدا بشه. یعنی این تشکلات و این سازمان‌های محلی که دارن امور رو هدایت میکنن بایستی بتونن هویت خودشون رو آشکار کنن و این رهبران محلی مردم اینا رو بشناسن و این به نظر من یک گام بزرگیه در جهت اینکه مردم بفهمن چه چیزی رو میخوان جایگزین رژیم فعلی بکنن و به تدریج این آدم‌ها با تعهداتشون، با قول و قراراشون و همه اینا برای مردم شناخته میشن. قدم بعدی تو چه باید کرد؟ بایستی به نظر من راههایی رو در پیش گرفت که هنوز هم البته نطفه هایش در پیش گرفته میشه که نیروهای رژیم رو خسته کنه، فرسوده کنه و ریزش اتفاق بیفته در صفوف دشمن. ببینید نمیدونم 1 میلیون 2 میلیون یعنی روی سرکوب دارن، چقدر کمتر یا بیشتر بس سر این نیست، ولی بس سر اینه که همه اینها فالانج های مثلا دندان تیز کرده نیستن. همه اینا در محلات زندگی میکنن، خانواده هاشون در بین مردم هستن، تو ادارات، همه اینا چشم مردمه، حتی بعدا چهرهاشون رو میپوشونن که مردم اینا رو نشناسن. خب اینا به تدریج این تداوم مبارزه اینا رو فرسوده خسته میکنه و ریزش اتفاق میفته. اما امکان این ریزش رو باید آگاهانه فراهم کرد، باید به اینا فراخوان داد. همه اینا رو نباید یک دست بگیریم، باید به اینا بگیم که اجتناب کنید از کشتن مردم، اجتناب کنید از آینده تاریکی که در اختیارتون، در انتظارتون هست. همه اینا با یک تبلیغات متین و آگاهانه‌ای که
هدفش این قرار داده باشه که نیروهای رژیم رو در اینی که خسته میکنه، فرسوده میکنه و از لحاظ روحی و از لحاظ معنوی توهی کنه. هیچ انگیزه‌ای برای اینا در واقع باقی نگذاره که به مردم تعرض کنن. به نظر من حرکت بعدی که خیلی مهمه اینه که اعتصابات گسترش پیدا کنه، اعتصابات کارگری. منتها باز این یک نکته ای هست و اونم اینه کارگر بالاخره باید نونی داشته باشه بخوره. هیچ کارگری اونقدر ذخیره نداره بتونه یکی دو ماه از ذخیرش بخوره بتونه اعتصاب و ادامه بده. فرداش ممکنه با اون چندرغازی که از کارفرمای از دولت میگیره راضی بشه و بره سر کارش کار کنه تا بعد یه فرصت دیگه پیدا کنه. بنابراین باعثی قدم بعدی در سازماندهی اعتصابات کارگری باید تشکیل صندوق‌های کمک به اعتصابات باشه. باعثی به این کارگرها کمک کرد که بتونن کارشون ادامه بدن. رهبر محلی، رهبر کارگری که فراخوان میده تنها به این نبایستی به این فکر کنه که کارگر فردا نره سر کار، بلکه باید به این فکر کنه ببینه خانوادهش فردا چی سر سفرش رو، نونی هست بخورن یا نه، و راهی هم برای اون پیشنهاد کنه. و اگر میبینه مثلا راه محدوده، خب تاکتیک‌های مختلف در پیش بگیره. گاهی عقب نشینی لازمه، گاهی پیشروی. ولی در هر حال اگر ما پیشروی طبقه کارگر برامون خیلی ضروری و حیاتیه که حیاتیه، در این صورت بایستی بتونیم نیازهای مادیش هم تا حدودی تامین کنیم. صندوق‌های کمک به اعتصابات، صندوق‌های کمک‌های کارگری اثر جایی به هر شکلی از راه شریف و شرافتمندانه و قابل دفاع بتونیم کارگران رو برای ادامه کارشون کمک کنیم. بحث دیگه که هست به نظر من مسئله خنثی کردن تاکتیک‌های دشمنه. ما هنوز به اندازه کافی برای خنثی کردن تاکتیک‌های دشمن تدارک ندیدیم. نمیگم هیچ کاری نشده، ولی بایستی تاکتیک‌های جدیدشو بشناسیم و براش راه حل پیدا کنیم. مثلا فرض کنید الان دیده میشه که جمهوری اسلامی حتی خودش در این تبلیغاتی که مثبت بوده از اول که این دهه 80 ها هستن به میدان اومدن، تصور میکنه، یعنی میخواد این تصور رو در بین جامعه جا بندازه که خب یه تعداد جوانای کم سن و سال احساساتی که خب فردا هم خسته میشن و میرن خونهاشون، یا از سیستم‌های دیجیتالی و نمیدونم گیم‌های اینترنتی گویا الهام گرفتن. اینو باید خنثی کرد. باید این به اصطلاح شکاف تصنعی که میخوان ایجاد کنن بین پدرها و مادرها و فرزندان و نوجوانان، شکاف باید پر کرد. نباید اجازه داشت شکل بگیره و این چگونه میشه اجازه داشت شکل بگیره؟ که باید به این جوانان پیوست شد. این جوانان رو نباید در خیابون‌ها و در اعتراض در مبارزه تنها گذاشت. این گام بعدی ماست. یعنی همکنون البته این گام برداشته شده و به نظر من این به اصطلاح تناقض سنی و این به اصطلاح اینکه این دهه 80 ها هستن و به میدان اومدن و یا شاید دهه 70 ها میان، این تمام واقعیت نیست. گوشه ای از واقعیته که حتی دشمن سعی میکنه با تبلیغاتش اینو برجسته کنه و نشون بده که جنبش ما، این حرکت جمهوری اسلامی جنبش محدودیه. این یکی از تاکتیکایی باید خنثی بشه. یا مثلا فرض کنید در مورد کردستان اینا ببینیم که اینا سعی میکنن نشون بدن که در کردستان مثلا نیروی مسلح در خیابونا دارن اقدام میکنه، جنگ هست و مردم مثلا احزاب سیاسی مسلحانه دارن مقابله میکنن با این. میخواد از لحاظ به اصطلاح تاکتیک مبارزاتی کردستان از بقیه نقاط ایران جدا کنه. در مورد خوزستان همین نقشه رو داشتن ولی خب این نگرفت. بایستی با دقت بیشتری در این زمینه گام برداشت و نگذاشت یک شکاف تاکتیکی بین مثلا کردستان که زمینه دست بردن به اسلحه درش فراهمه با بقیه نقاط دیگه ایران فراهم بشه. یا مثلا فرض کنید همین ندای که معمولا تبلیغ میکنن اینا این که ما میگیم مثلا این جرقه از کردستان زده شد، خب این خیلی خوبه. این مثلا ندایی که از کردستان زده شد در سر ایران پاسخ گرفت. از اون طرف جمهوری اسلامی میاد میگه که این ندای تجزیه طلباست، اینا میخوان ایران رو تجزیه کنن، ایران میخوان به مناطق و فلان. این خودشون یکی از عناصر اینا هستن. ببینید برنامه فلان رو نگاه کنید، سخنرانی بهمان رو در فلان سال گوش کنید، میاد اینا رو آگرین دستمان میکنه
اینا باید خنثی بشه، اینا باید خنثی بشه تا بتونیم اون وحدت حیاتی رو که مثلا این جنبش برای پیروز شدن بهش احتیاج داره، این وحدت رو تا آخر ماجرا حفظ کنیم. رفیق ابراهیم، بیننده‌ای به اسم جوانان کردستان سوالی پرسیده از شما و درخواست کرده که جوابشو بدید. گفته که برای تشکیل شورای محلات شما چه پیشنهادی به این جوونا که خیلی هم کم تجربه هستن و تجربه شورای محلات ندارن، چه پیشنهادی میدید بهشون برای تشکیل شورای محلات؟ ببینید در زمینه تشکیل شوراهای محلات یا مثلا برای نمونه در شهر سندز که اسمش بنکه‌های محلات بود، اینا یک تجربه غنی تو ادبیات ما وجود داره، هم در خاطرات رفقا که نوشته از اون دوران ها، هم در ادبیات سیاسیمون تو آرشیوها موجوده. یکیش این که میتونن به این آرشیوها مراجعه کنن. منتها مهمترین وظیفه مثلا شورا مثلا دو تا وظیفه داره، یکی امر مبارزاتیه و یکی امر حاکمیته. یعنی شورا باید هم سازماندهی مردم محله و جوانان محله رو برای پیشبرد امر مبارزشون هم اینو به پیش ببره، هم در اداره هم اون خلایی رو که ناشی از عدم حضور رژیمه و مثلا با عدم حضور رژیم یا به تدریج پیدا اون خلا رو پر کنه. ما تجربهمون اینه که در دوره‌ای که شوراهای محلات برای نمونه در شهر سندز وجود داشتند، جرم و جنایت تقریبا در همه محلات به صفر رسیده بود، دزدی اصلا معنی نداشت و مثلا احتیاجات اولیه مردم برآورده میشد. الان میریم به طرف زمستان، مردم احتیاج به سوخت دارن، ممکنه رژیم برای تحت فشار گذاشتن محلات این کار نکنه، واسه راهی برای این کارا پیدا کنن، راهی برای کاهش مشکلات مردم پیدا کنن. اگر در محله مثلا معتادان زیادن، اگر در محله آزارهای اجتماعی زیاده، نمیدونم کارتون خواب زیاده، فقر مطلق زیاده، خب کمک کنن به اینا، کمک کنن با تشکیل صندوق‌های همیاری، با کمک گرفتن از امکانات و ظرفیتایی که در مثلا مناطق دیگه وجود داره. در هر حال سعی کنن از رنج و آزارهای مردم کم کنن. یعنی شورا در این تجربه‌ای که ما داریم بایستی در کاهش رنج و آلام مردم و در کاهش تلفاتشون و در پر کردن خلأ ناشی از عدم حضور دشمن فعال باشه. یعنی در عین اینکه الان خیلی خوبه که شوراها سعی میکنن مبارزات از مرکز شهرها، یعنی از مرکز تجمع دشمن به حاشیه سوق بدن و نیروهای دشمن رو پراکنده کنن، منتها وقتی برمیگردن به محله و به اصطلاح تظاهراتشون تموم شد و دیگه رفتن تو خونه، وظیفهشون تمام نمیشه. تازه اون موقع باید تشکیل جلسه بدن، تقسیم کار کنن، معضلات محلشون رو بشناسن و در حد توان در شرایط کنونی و با توازن قوای کنونی معجزه‌ای نمیشه کرد، ولی در حد توان سعی کنن چشمه‌ای از حکومتی که اونا میخوان تشکیل بدن، چشمه‌ای از توانایی‌ها و استعدادهای خودشون رو به مردمی که مرددن هنوز به اونا نشون بدن. بله. رفیق ابراهیمی، سوال دیگه هم پرسیده شده که در مورد رهبری این اعتراضات یه توضیح بدید. ببینید مسئله رهبری رو نمیشه مطلق گرفت. این که واضحه هنوز یک به اصطلاح مرکز رهبری، یعنی یک ستاد مرکزی رهبری سراسری در ایران که مردم به فراخوان‌هاش گوش فرا بدن و به اصطلاح نفوذ و مقبولیت اجتماعی پیدا کرده باشه، این ما فاقد اونیم. منتها این رهبری در خلأ ساخته نمیشه. خیلی فکر میکنن رهبری در خارج کشور از نمیدونم ائتلافایی که به کمک این و آن صورت میگیره، با تبلیغاتی که در حول و حوش مثلا جناحی یا گرایشی انجام میگیره، رهبری به این ترتیب شکل میگیره. در هیچ جای دنیا اینطوری نبوده. تمام تجربه انقلابات دنیا رو که نگاه کنید، تجربه حتی بهار عربی که یه نوع به خیزش های انقلابی بود در بهار عربی رو نگاه کنید، همه اینا میبینیم وقتی بدیل ها از درون همین جنبش و نبرد کنان کسب تجربه کردن و سر برآوردن و مقبولیت پیدا کردن. الان هم ما به اصطلاح چیزی که بهش امیدوار میکنه این که این پدیده در حال رشده. من در مسئله تکامل هم
گفتم که در قدم بعدی تکامل ما اینه که این حرکات ها آگاهانه تر باشه. بنابراین نبایست این مسئله رو خیلی عمده کرد. یعنی این که گفته میشه گویا این چون رهبری نداره شکست میخوره، به نظر من در حد پیشبرد امروز رهبریشو داره و این رهبری داره کار میکنه. خب این جنبش، این حرکت ها میبینید صورت میگیره و یه درجه هم سازماندهی در خودش داره، ولی نبایستی انتظار داشته باشیم که یک رهبری کاریزماتی که نمیدونم از آسمان نازل شده ای بیاد این مشکل رو برای ما حل کنه. ما چاره ای نداریم جز اینکه قدم به قدم پیش بریم و این رهبری رو به وجود بیاریم و حالا جریان پیشرو رادیکال، جریان چپ و سوسیالیست بایستی بتونه در این پروسه مهر خودش رو بکوبه. چقدر بتونه اجتماعی باشه، چقدر بتونه اجتماعی رفتار کنه، چقدر بتونه سیاسی باشه، چقدر بتونه راهشو باز کنه که سری در بین سرها داشته باشه، منزوی نشه، منزویش نکنن و خودشو اسیر دگمایی نکنه که اونو از متن جامعه به حاشیه برونه. خب اینا حتی برای نیروی چپ هم فرصت باز میکنه. در جنبش کارگری، در جنبش معلمان، حتی در محتوای جنبش زنان هم ما یک مثلا گرایش چپ خفته‌ای را میبینیم که داره رو میاد. اون فریادهایی که از دهن کارگران بیرون میاد، اون فریادهایی که معلمان سر میدن، اون درجه سازماندهی که وجود آوردن، حتی اون شعارهایی که اون محتوایی که در شعار زن زندگی آزادی ما میبینیم، همه اینا مهر و نشان چپ بر خود دارن. بنابراین من خیلی خلاصه میگم نگران این خیلی نباشیم، اگر رشد و تکامل انقلابو ببینیم، و یه سناریوی سیاهی با توطئه‌ای یا توطئه هایی از بالا بر سر این جنبش نازل نشن که نبایستی بذاریم اینطوری بشه. اگر اینطوری نشه، رشد و تکامل انقلاب در این حال ما رو به رهبری مطلوب این جنبش و مقبولیت یافته در میان این مردم خواهد رسوند. ممنون از شما رفیق ابراهیم. من سوالی ندارم، شما اگه میخواید چیزی به حرفاتون اضافه کنید بفرمایید. خیلی متشکرم، خسته نباشید. من هم از شما ممنونم. عزیزان، بعد از یک میان برنامه دوباره با شما خواهم بود. ای آن که نمیخواهی خندان لب و دل شادم. هی 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 دا، هی 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 دا. تو ساده نادانی از طایفه جهلی، تو ساده نادانی از طایفه جهلی. من اصل و نسب داری از سلسله مادم، من اصل و نسب داری از سلسله مادم. هی 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 دا، هی 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 دا.
کاوه آهنگر، من طاهر ها زادم، من خواهر شیرین و من مادر فرهادم. اگر بندی، صد بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، صد بند اگر بندی، صد بند اگر بندی بر دستم و بر پایم، در بند نخواهد شد، در بند نخواهد شد اندیشه آزادم، اندیشه آزادم. من ناله نخواهم شد، من ناله نخواهم شد، فریادم و فریادم، فریادم و فریادم. من نرم نخواهم شد، من نرم نخواهم شد، فولادم فولادم، فولادم فولادم. هی 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 دا، هی 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 دا. من ناله نخواهم شد. سلام درمانده، سلام میکنه این نسل 80 به عکس تو میکنه زیر پاهاش له، بهت تو میکنیم چای فاضلابه، ابرو کنی برا کفن و ببوش، مگه بهش نمیخواستی مشتم هدیه بتو، شعارا رو خیابون داری میشنوی مسئول، شاشیدی تو خود ده میگی ربات عملو، تقوی در رو بکن نمون داره بیت رهبری، میخوان بفرستیم پیش قاسسه دللی، این که از آزادی کتگوری کنها و میخواد تو این بسیجی زن ندیده عشق انتری، نه ناموسات رهایی میشهید بربرین، از شمال و جنوب و شرق و غرب کشوری، همه متحد شدیم ستم و نره بزنیم، خونه هم بازی مجاری کردی سه شده برام، داری خرق بشید دست و پا به دسته در شاد. خیابونا پرانگیز است، ما میریم به جنگ اهریمن، دیگه نمیخوریم خریدتون، باید قصد جون رو بسوزونیم عریشش، نمیریزیم تفکر گندیده است، زوری نمیشه که تو عقیدم، شما قاتل زندگی ها و زمینیم، باید دونه این قولو بگیریم از چیچش، بترسیدم بقیه چی کرد، وقتی یا ملت از کشت بقیه است، میخوام آزاده بمیرم پس نه به شریعت، باید تموم کنیم آفاده رو به مشیعت، بگو با من زندگی آزادی عقیده است، باید عمل کنیم بهش بعد جنگیدن، برا زن بودن که نشه تنش غنیمت، ولی نوبت رو پیروز میشیم همیهن. بله عزیزان، رفیق کاوان صنعی با ماست برای
آخرین گزارشات، ارائه آخرین گزارشات. رفیق کاوان ممنون، خوش اومدید. رفیق کاوان صدای منو دارید؟ بله الان صداتون میاد. سلام عرض میکنم خدمتون رفیق ریزان عزیز و سلام عرض میکنم خدمت همه مردم عزیز و مبارز ایران عزیزمان. امیدوارم که در این روزهای سخت موفق و مؤید باشن و بتونن اون انسجام و مقاومت خودشون رو حفظ کنن تا روز پیروزی. من در خدمتتون هستم. رفیق کاوان، امروز شنبه بنا به فراخوان‌هایی که داده شد در بسیاری از شهرهای ایران شاهد تظاهرات‌های گسترده بودیم. آخرین اخبار در مورد این تظاهرات رو میشه ارائه بدید؟ آخرین اخبار چی بوده؟ شما که در بخش واحد خبری کار میکنید، اگه براتون امکان داره آخرین گزارشات رو برای بینندگان این برنامه ارائه بدید. حتما خوشحال میشم رفیق ریزان عزیز. همون گونه که خودتون فرمودید، امروز به دنبال اون فراخوانی که داده شد بسیاری از شهرهای استان کردستان و حتی مثلا شهری مثل شهر در تهران، البته گزارشاتی هم بوده هنوز تایید نشده که در اصفهان و همچنین تبریز و شیراز این هم اعتصاب بوده و یا مشهد، مثلا بعضی مناطق این شهرها که کلان شهرهای بزرگی هستن اعتصاباتی صورت گرفته. منتها رژیم چون میدونست که این فراخوان داده شده و مردم استقبال میکنن، به همین خاطر تجربه سری پیش اعتصاب پیش هم داشت. اون دفعه هم قبلا می اومد از 4 عصر اینترنت رو ضعیف میکرد و در مناطقی که مرکز تجمع مردم ناراضی بودن کامل قطع میکرد. امروز همین کار رو با شهرهای کردنشین کرده و از صبح ساعت 8 و 9 به بعد کلا اینترنت این مناطق رو قطع کرده. ما گزارش زیادی نداشتیم، به زور تصاویر ارسال میشد، مگه کسایی که لب مرز بودن اونها مثلا سیم کارت هایی داشتن که مال عراق بود، اونا میتونستن مثلا وصل بشن و بعضی تصاویر برای ما ارسال بشه. اما گزارش ها مبنی بر اینه که شهرهای دیواندره، دهقلان، سنندج، سقز، مریوان و همچنین بوکان، مهاوات، اینا ملحق شدن به اعتصاب سراسری و مغازه هاشون رو بستن. حتی کرمانشاه بسیاری از مناطقش و ایلام، ما از این بابت خیلی خوشحالیم که ایلام در طی 2 شب گذشته هم مبارزات بسیار سنگینی داشتن با نیروهای سرکوبگر در شهر ایلام و چندین زخمی دادن. هنوز میگم به خاطر قطعی اینترنت تصاویر و فیلم ها دیر میرسن. اما بعد از همزمان که در واقع با این اعتصابات ما تجمعات مختلفی از دانش آموزان رو داشتیم. ما تصاویر بسیار زیبایی داریم از دانش آموزان در سنندج که خروش آوردن در خیابان‌ها و شعار مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی را سر میدن. در شهر مریوان در روستای کوچکی مثل نی دانش آموزان جمع شدن، خیابونا رو بستن. تصاویر انقلابی بسیار زیبایی می‌بینیم. همزمان دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه شریعتی تهران، دانشکده فنی تهران، خود دانشگاه تهران بزرگ، دانشگاه شهید بهشتی، خواجه نصیر، دانشگاه عراق، دانشگاه پلی‌تکنیک و دانشگاه سوره، دانشکده هنرش و دانشگاه علم و هنر همچنین داشتیم و برخوردهای شدید نیروهای بسیجی را برای نمونه در دانشگاه علم و هنر داشتیم که با دانشجوها درگیر شدن و چند نفر بازداشت شدن که یکی از دانشجوها به اسم بهنیا، اگر اشتباه نکنم فامیلیش رو درست گفته باشم، بازداشت شده. فعلا اسم ایشون مشخص شده. در دانشگاه خواجه نصیر هم به همین ترتیب درگیری‌های سنگینی ما بین دانشجویان و نیروهای سرکوبگر رخ داده. در شهرهایی که امروز تجمع داشتن زودتر از همه اردبیل شروع کرد. اردبیل به دنبال اون اتفاق ناگواری که در دبیرستان دخترانه شاهد اتفاق افتاد و نیروهای وحشی جمهوری اسلامی به دانش آموزایی که زیر سن قانونی هستن هجوم برده و با ضربات سنگین باتوم اونا رو
زخمی کردن. یکی از دخترها همونجا جانش رو از دست میده به خاطر خونریزی داخلی و این خشم و نفرت مردم آذری زبان خطه آذربایجان رو برانگیخته. امروز هلیکوپترهای بسیاری بر فراز شهر تبریز از ترس اینکه خروش بیارن، همچنین ما در چهارراه شهناز داریم و هول و هوش ایلگولی و همچنین مرکز شهر تبریز تظاهرات گسترده است. منتها اینترنت رو کامل قطع کردن، یعنی رژیم خودش رو برای یه هجوم عظیم آماده کرده. میدونه که شهرهای آذری اگه برخیزن دیگه نمی نشینن، مخصوصا مردم اردبیل که قول دادن که حتم خون این دانش آموز رو میگیرن از نیروهای سرکوبگر و امروز هم چندین تن از نیروهای سرکوبگر رو حسابی گوشمالی دادن و پایگاه بسیج آتش زدن. در شهر تهران بر طبق تصاویری که اومده یکی از کلانتری ها، معلوم نیست دقیقاً کجاست، کدوم خیابونه، اما حجم آتش و دودی که از اونجا برمیخیزه نشون میده که یکی از کلانتری های تهران که آتش زدن معترضان. در شهر کرج گوهردشت مبارزات سنگینی ما بین جوانان شورشگر و نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی برقراره. در خوزستان ما هم داریم در بعضی شهرها. دیشب هم ما داشتیم که در شهر لالی خوزستان و دسفول مبارزات بزرگی بود، تظاهرات بزرگی راه افتاد. امروز متاسفانه تصاویر نداریم، هنوز دقیقاً مشخص نیست چون اینترنت بسیار بسیار ضعیفه و دیر میرسه، اما گزارشاتی هست که در اونجا هم تظاهراتی برگزار شده. خبرهایی هم هست هنوز تایید نشده، اما گزارشاتی هست در مورد زندان اوین، گویا که در بند زندانیان سیاسی اعتصابات و اعتراضات و شورشی اتفاق افتاده. هنوز تایید نشده، میگم هنوز تایید نشده، ما منتظریم گزارش‌های دقیق‌تری به دست ما برسه. در شهر کرمان امروز تظاهرات بسیار بزرگی بود. در سیستان و بلوچستان، اونجا هم در شهر میرجاوه هنوز هم تظاهرات برقراره و یکی دو تا از پایگاه‌های بسیج و آتش زدن. در سنندج میگن در چندین محله پیامک‌هایی که اومده میگن مبارزه شدیدی ما بین مردم و نیروهای سرکوبگر در جریان. در شهر مهاباد متاسفانه چندین تن از هموطنانمون به شدت زخمی شدن. نیروهای سرکوبگر روی پشت بام شهرداری اقدام به شلیک مستقیم به مردم ناراضی کردن و این خشم عمومی مردم را بیشتر از بیش میکنه برای اینکه بتونن انتقام خون جوانانشون رو از نیروهای سرکوبگر بگیرن. و در شهر بوکان هم مخصوصا بعد از خبر جان باختن کودک 7 ساله‌ای که به دست نیروهای سرکوبگر کشته شد، متاسفانه بوکانی‌های عزیز هم فراخوان دادن که از خون این کودک نمیگذرند و از خون هیچ کدام از نیروهای سرکوبگر نخواهند گذشت و انتقامش رو میگیرن. حجم مبارزات در بوکان بسیار شدید، اینترنت کاملا قطع شده و دقیقاً مشخص نیست. ما تقاضا داریم از همه هموطنای عزیزمون بخصوص در شهرهای کردنشین، الان که اینترنت رو قطع کرده، اجازه که رژیم حمام خونی راه بیاندازه و به تمام محلات شهر سرکشی کنن، بیان بیرون، زن و مرد باید بیاد بیرون و از جوانانشون دفاع کنن. من در خدمتتون هستم رفیق ریزان عزیز. در مورد گزارشایی که در اروپا بوده حتما در جریان هستید. رفیق امیر اسماعیل پور در برنامه قبلی قطعا در مورد این مورد حتما گزارش کاملی رو خدمت بینندگان عزیز ارائه دادن. من در این بابت مطمئنم، پس نیازی به بازگو کردنش نیست. اما تظاهرات بزرگی در شهر استکهلم و در شهر ملبورن هم امروز اجرا شد و شعارهای بسیار شدیدی علیه جمهوری اسلامی داده شد. خبرهایی هم هست، من دوست دارم اونا رو عنوان کنم رفیق ریزان عزیز. سایتی که منتسب به 1500 تصویر درخواست کرده از هموطنانی که در ایران هستند. همون گونه که میدونید این سایت اینترنتی اثرات بسیار مثبتی در دادگاهی که در لندن برای خونخواهی کشته شدگان آبان 98 در واقع اجرا شد درخواست کرده که اسم، مشخصات، محل فوت و جان باختن و کسایی که اقدام به تیراندازی کردن با عکس، تصویر، هر مدرکی که در دست دارن برای سایت اونها ارسال کنن. همچنین
ایرانیان در سانتیاگو در شیلی پاسپورتشون رو تجمع کردن مقابل سفارت، اینا پاسپورتاشون رو آتیش زدن و کارزار عفو بین‌المللی گزار بزرگی به راه انداخته برای دادخواهی. مردم میتونن بپیوندن و اونجا یه بیانیه هست میتونن امضا کنن و این بیانیه در واقع برای حمایت‌های بیشتر بین‌المللی هست از انقلابی که در ایران در جریان و حجم سرکوب‌های وحشیانه‌ای که رژیم جمهوری اسلامی داره در حق مردم بیگناه ایران انجام میده. من در خدمتتون هستم. رفیق کام، فقط یک سوال کوچیک که جوابش هم شاید خیلی کوتاه باشه. با توجه به حجم سرکوب شدید معترضین، شما که در واحد خبر هستی و دائما پیگیر اخبار و گزارشات اعتراضات هستی، گسترش اعتراضات و علیرغم این همه سرکوب چطور میبینید؟ حتما تجربیاتی که ما طی جنبش‌های قبلی هم داشتیم همیشه اینو نشون داده. هر موقع رژیم سرکوب کرده مردم احساساتشون جریحه دارتر شده. طبیعتاً عضو یک خانواده رو رژیم داره هدف قرار میده. این فرد پدر داره، مادر داره، برادر، خواهر و حتما چندین رفیق و دوست داره به جز مابقی اعضای فامیلش. همه اینها داغدار میشن. رژیم در واقع با کشتن یک نفر حدود 7 تا 10 نفر رو دشمن خودش میکنه. یعنی کسایی هم اگه در ادارات رژیم در نهادهای رژیم اگه کار میکنن اونها پشیمون میشن، برمیگردن. حجم خشونتی که میبینن مخصوصا در حق دختران جوان، در حق کودکان و این صحنه‌های دلخراش رو میبینن، قطعا اثر داره. اما هیچ کدوم از اینها نتونسته مانع این بشه که مردم نریزن تو خیابون. قبلا ما داشتیم تو جنبش‌های مثلا دی 96 یا آبان 98 یا سال 88 اگه مثلا مردم امید داشتن که بعد این اعتراضات وجود سرکوب‌های سنگین، شکنجه، زندان و کهریزکی کردن جوانای مردم بالاخره حتی اگه راه فراری باشه برن اروپا، اونجا میتونن فعالیت کنن آزادانه. اما الان این قضیه هم نیست. مردم میدونن تمام دنیای سرمایه‌داری درگیر مشکلات اقتصادیه و تنها ایران نیست. منتها ایران به خاطر سیستم بسیار فاسد و سرکوبگری که رژیم جمهوری اسلامی در طی 43 سال گذشته داشته عموما هیچی نذاشته. یعنی تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و همه رو نابود کرده، از ریشه زده. شما مشکلات محیط زیستی رو می‌بینید. مردم به چی باید دلخوش باشن؟ برای آب اعتراض میکنن، جوابشون گلوله است. بازنشسته میاد برای حقوقش اعتراض میکنه، جوابش باتوم و شکنجه. با اون سن و سال بازنشستگی که داره رحم نمیکنن بهش. دانشجو میاد اعتراض میکنه، به همین ترتیب. دانش آموز میاد، معلمین میان، کارگرا میان. ما کارگرایی که الان تو صنعت نفت هستن حدود 5-6 روز اینا اعتصاب کردن. ما خواهش میکنیم از بقیه کارگرها هم بپیوندن و این مبارزه همه است. حقوقی که اونها طلب میکنن حقوق بقیه هم هست. قرار نیست که فقط اونا اگه مزیتی داشته باشه فقط به اونها برسه، نه، برای بقیه هم هست. آزادی همه مزیتیه که اقتصاد سالم، اقتصاد بدون دزدی، بدون فساد، یک حکومت مردمی اگه باشه همه نفعشو میبرن. روابط سالم با دنیای خارج، روابط سالم ما بین تمامی اقوام ایرانی بدون هیچ گونه تبعیضی به نفع همه هست و همه میتونن مشارکت داشته باشن در یک سیستم دموکراتیک. منتها الان فرصتشه. الان فرصتیه که ما درخواست داریم که همه از کارگران رسمی، از کارگران قراردادی پیمانی و مابقی کارگران بپیوندن و منتظر نباشن. و بقیه مردم عزیز ایران، ما میبینیم که بسیاری کنار خیابون وایسادن فیلم میگیرن، یا بقیه اگه تو ساختمونا هستن نمیان بیرون. بریزید بیرون. قرار نیست فقط تاوانشو بدن. همه باید تو صحنه باشیم. طبیعتا رسیدن به آزادی حتما بها داره، بهاشم سنگینه. ولی حرف آخرم رفیق ریزان عزیز اینه که جوانای این مملکت برای چی تو صحنه هستن؟ من یادم چند روز پیش یکی از همین دانش آموزان دختر پیامکی برای من فرستاد، عنوان کرده بود که به من گفتن خب مشکل تنها حجابه. اینو ماموران نیروی انتظامی بهش گفته بود نه تو مدرسه هیچی به من یاد نمیدید.
چیزی برای یاد گرفتن وجود نداره. تمام کتاب‌های درسی من پر شده از خرافه و جفنگیاتی که به نام مذهب و به نام شهید و فلان دارید به خورد من میدید. من عموما علمی یاد نمیگیرم. خب این دانش آموز تو اون سن داره میفهمه، میدونه با این جفنگیاتی که بهش میگن آینده‌ای نداره، میدونه تحصیلاتش هم تموم کنه بیاد بیرون هیچ آینده‌ای در انتظارش نیست، نه کاری، نه شغلی، نه ادامه زندگی، نه روابط سالم میتونه با رفیقی برقرار کنه. به چه امیدی؟ خب این جوونا جایی هم ندارن برن. صاحبان اصلی این مملکت، ثروت‌های این مملکت این مردم هستن و اونهایی که الان همه چی رو قبضه کردن اونها مهمانن و همیشگی نیستن. هیچ دیکتاتوری نتونسته دوام بیاره، همیشه قدرت در اوج قدرتش پاره شده. برعکس هر چیزی که نازک میشه ضعیف میشه، برعکس قدرت در جایی که اصلا انتظارشو نداره شکست میخوره و فرو میپاشه. و من همین امیدو دارم. جوانای ما در صحنه هستن و دلخوشن، بها میدن، کشته میدن، زخمی میدن، اما ناامید نیستن. میدونن که حتی به بهای اینم باشه که نسل‌های آینده بتونن زندگی بهتری داشته باشن، در صحنه حضور پیدا میکنن و به مبارزهشون ادامه میدن. بله، ممنون از شما رفیق قوان. خواهش میکنم، خسته نباشید. بله عزیزان، برای تامین و تضمین حقوق کودکان و نوجوانان، برای تامین امنیت و آزادی، برای تامین رفاه و زندگی انسانی، برای رسیدن به حقوق برابر زن و مرد، این رژیم جنایتکار کودککش باید سرنگون بشه. عزیزان، قبل از دیدن یک کلیپ من از حضور شما مرخص میشم و همکارم امیر بعد از لحظاتی دیگه در پخش زنده تلویزیون کماله با شما خواهد بود. تا به هم رسیدن دیگر بدرود. تو که ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. شنبه 23 مهر دانشگاه آزاد رشت. شاهنشهر 23 مهر. من شاهنشهر 23 مهر ماه. حمله پوش خامنه‌ای به مردم. تاریخش رو بگید. 23 مهر ماه. شیر مستقیم به مردم. مرگ بر دیکتاتور!
مرگ بر دیکتاتور! فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مال تنیده اند تار و پود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما واژگون کند جهان به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم زبان ما افزون به عزم جزم ما به دست خود باید رها شویم سلاح ما اتحاد ما و حزب ما نظام کهنه را زیر پا نهیم زمانه صاحبان زور و سرمایه به سر رسد این زمانه ستم به سر رسد عمر حاکمان بیکاره که داده ایم دست خود به دست هم به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم ما دارد تنین دیگر تنین فتح در نبرد سرنوشت به دست ما پرچم رهایی بشر زمین ز خشم و ز کینه گشته کشت به جستجوی سعادت بشر ماییم مبارزه راه سرخ سوسیالیسم بهشت خود در همین زمین به پا داریم به امر خود در نظام سوسیالیسم به پا ای گرسنگان ای ستمکشان به سوی سوسیالیسم به سوی آزادی به سوی دنیای نوین به پا به سوی سوسیالیسم فقر و بندگی ز حاصل رنج کار و خستگی مال تنیده اند تار و پود بردگی سپاه کاریم و توده های محرومان به جان شوند رهروان راهمان چو آخرین نسل بردگان و بی چیزان قیام ما